راهی صدارت. سلو بریم از این زان طرفم دست فروش هستن. دوستان اما تو از راه سرک شیرپور نمیریم، از راه سرک اینجا لغودان میگن دوستان عزیز از وقتی که پاکستان و هند. سلام عزیزان دل، انشالله که خوب صحتمند باشین. با مدرد دوستان عزیز که هنوز دیگه صحتمند کامل نشدیم و سلفه و چیزا میایه. اینجا پیاده رو پارک هم خرد شده به خاطر جور شدنش، جور میشه و مخاطر خرد است دیگه. ببینیم که چی جورش میکنن، چی جور میشه پارک شهر نو دیگه. ما هم دوستان عزیز در شهر نو کابل هستیم، سلو میریم به طرف سرک شیرپور و چهار راهی صدارت. سلو بریم از این زان طرفم دست فروش هستن. و دوستان عزیز و این کابل همچنان بسیار خراب شده دیگه. خاطر که زمستان که میشه دیگه مردم هم نوش جانشان یا خدا یار جانشان این چیزی که از دستشان آمد، هر چیزی کنه که داشتن میگیرن و میسوزانن، میزن دیگه. کل شهر و بازار و با هوا و کل چیز خلاصه خراب میکنه. بیلبار شهر نو هم که دیگه هیچ وقت خلاصی نداره. بعد از وقتا که میم دوستان میگن که بیلبار چرا نیست شهر نو، هیچ کس نیست شهر نو تو خالی. این هم دوستان از بیلبار شهر نو که راه نیست، کارم از سرک دیر شده. این شورما رو ببینیم. این هم دوستان عزیز از بیلبار شهر نو، این از مارکت ها دیگه. قندی پشمک بینینه که نامزاد و یا خانمتان دیگه یا که دوست دخترتان آمدین، از اینا دیگه مجبور هستین براشان بگیرین. هوا بسیار خراب است دوستان، بسیار زیاد. دوستان اما تو از راه سرک شیرپور نمیریم، از راه سرک یا کوچه مرغ فروشی سابقه که حالا برش کوچه انتیک فروشی میگن،
از امیر خودم میندازیم و تو میریم بالا که هم از شهر نو بیرون نشیم و هم بیشتر ببینیم چیز داره. بعضا دوستان عزیزی که میبینیم افراد خارجی هستن، چینی ها هستن یا که بیخی از دیگه چیستن، خلاصه خارجی هستن. زبانشان فرق میکنه، باز بسیار تو دور که ببینیشان معلوم میشه نقل میدان وره که این نفر خارجی است. چون افغان که هستن تو خب هر کس باشه، خود ما یکی ما رو میشناسیم که نمی از دور ببینیم که از کدام قوم است، از افغانستان هست یا نه. هم خارجی هم از دور هم تو معلوم میشه. هیچ چهره خارجی به افغانی نمیمونه دوستان عزیز، هیچ. هم بیخی که هر قسم کنه پیرانتنبان بپوشه و کالای افغانی و همه چیز، بازم فهمیده میشه که نه این نفر خارجی هست. اینجا شهرنو دوستان عزیز بیخ خالی است. این خانه است، نمیفهم یا مسجد است چی هست، هر چی که هست اینجا بسیار خالی کرده. دکان مکان نیست، نه گروپ نه دیگه. و فکر میکنی از یک جای یکی چه دین یک عکس از دمی صفحه اجتماعی دو سرک دو طرفش غیر است، باز یک جای سرک خراب هست. اینجا مثل از امون دو طرفه دکان ها و چراغان و کشفش. اینجا که میرسی فکر میکنی که در شهر نو نیستی، پس که اسمی باز اونمو حال احوال شهر نو داره. اینجا لغودان میگن دوستان عزیز از وقتی که برای پاکستان و هند خب قبلا بند شده بود، از وقتی که برای پاکستان بند شده بسیار ارزان شده. تقریبا کیلوی 3000 افغانی بود، 3200 افغانی هم خرید فروش میشنال، 1200 1000 در این قیمت ها هست. دوستان عزیز اگر کوچه مر فروشی دور بخوریم، ما هم مریض است مقدر نمیتونم واقعا با کیفیتی که سابق داشتم، با حالتی که سابق داشتم با او حد براتون ویدیو بسازم دیگه. از این لحاظ مرا ببخشید تا صحتمندی کامل میفهمین که مریضی چی بلای سر آدم میارم. دیگه تا دیدار بعدی همیتونه والله متعال پاک و بی‌نیاز میسپاریم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همیتان. Back here,